بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آن گونه‌ای که من دوست دارم، پس مرا آن گونه کن که تو دوست داری و میپسندی. به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم آمین. سلام مردم، سلام بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم که مقابل تلویزیون نشستین و میخواین برنامه خودتون یاد خدا رو همراهی بکنید. یاد خدایی که همچنان به دعاتون مشرف هست در امامزادگان ابراهیم و محمد علیهم السلام در خیابان امامزاده ابراهیم در شهر مقدس قم. ما اینجا به جای شما زیارت میکنیم، دعاگوتون هستیم، اما خیلی خوبه که شما هم خیلی زود ان شاءالله مشرف بشین قم. بعد از زیارت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها ان شاءالله اینجا مشرف بشین. خیلی اینجا دست خالی میان دست پر برمیگردن، ان شاءالله شما هم جزوشون باشین. خب ازتون دعوت میکنم که این یاد خدا رو هم تا پایان همراهی بفرمایید. یاد خدایی که بحثش در روزهای دوشنبه که شب سه‌شنبه در واقع میشه، موضوع اخلاق در قرآن کریم هست. یادتون هم باشه کارشناسمون حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی هستن. بریم و برگردیم. من خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض خواهم کرد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و خیر مقدم خدمت آقا ابراهیمی عزیز. سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز که خدمتشون هستیم. مخلص شما هستید. زنده باشید، محبت. ما در ادامه مباحث اخلاقی که شما فرمودین و ما هم استفاده کردیم از منظر قرآن کریم، رسیدیم به آیه 35 سوره مبارکه نور که با توجه به تعابیری که در این آیه هست ما متوجه وجود نازنین بهانه آفرینش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شدیم و شما نتیجه گیری کردیم که یار خداوند سبحان میخوان ما رو متوجه مقام و جایگاه رفیع زن بکنن در جامعه و خانواده. من یادم میاد جمله عرض کردم که انگار که مثلا به نظر میاد نقطه کانونی عالم وجود مبارک زن هست. تدی فرمایشم از امام افتادم که از دامان زن مرد به معراج میره. اینم خیلی عجیب و جالبه. بعد آیه 31 سوره نور رو می‌خواستید به نتیجه برسیم و تکمیل بفرمایید که وقت تموم شد. کلی هم یادمه که افسوس کردیم. حالا بسم الله. خواهش می‌کنم. در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض می‌کردیم که در سوره مبارکه نور، من حالا یه خلاصه خیلی کوتاه خوبه بفرمایید بحثمون رو عرض بکنم خدمتتون. بحث در مورد این بود که خداوند به مؤمنین وعده داده در آیه 55 وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. کلا در مورد ساختار سوره نور نمیخوایم بریم بیرون. بینندگان عزیزم توجه داشته باشن. حالا خیلی خوبه که بزرگواران تو خونه مصحف هم دست بگیرن، یعنی الان که ما داریم آیات رو میگیم مثلا ببینن خود این رجوع به قرآن. خیلی خوبه که صرفا مثلا شنونده نباشن. آیه 55 یه افق بلند رو مطرح میکنه که خلافت الهی در مطلق زمین، یعنی تمدن نورانی، تمدن بزرگ اسلامی که دوست داریم اتفاق بیفته. میگه این تمدن بزرگ اسلامی رو توضیح بدم چیه؟ این تمدن نورانیه، ولی چجوری اتفاق میفته؟ منشأ اون چشمه اون کجاست؟ آیه نور میخواد منشأ و چشمه رو بیان کنه که میشه آیه 35 این سوره. الله نور السماوات و الارض. اون تمدنی است که خدایی که نور آسمان و زمینه، مثل نورهی کمشکات، مثل نورش توی ظرفی براتون بیان میکنم. اولین ظرف مشکات، ظرف بعد فیها مصباح، المصباح فی الزجاجه، ظرف بعد مصباح و زجاجه با همه، یعنی زوجیته. اون بحث ازدواج و اینا اصلا تو این نگاه قرآنی بریم اصلا ازدواج معنای دیگه پیدا میکنه. یعنی خدا حفظ کنه حضرت استاد جوادی رو میفرمودن ازدواج که جمع شدن نر و ماده کنار هم دیگه فقط نیست. تو نگاه قرآن یه معنای دیگه هم میشه براش متصور شد که یه افق بلندی رو بر ما مطرح میکنه که مصباح و زجاجه اینجا اون مصداق تام میشن که امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهرن. بعد میگه این ظرف دوم، ظرف سوم از زجاجتو کأنها کوکب دری. ظرف سوم کوکب دری حضرت صدیقه طاهره، این ظرف سومی است که بیان میکنه. بعد اینجا اشاره کردیم به این که نگاه کنید
این سه تا مرتبه‌ای که میگه، مرتبه مشکات، مرتبه زجاجه و مرتبه کوکب دری، مجرای نزول نور خدا بر مردم و بر زمین. این مجرای نزوله. و مجرای نزول نمیخوام بگم فقط شخصیت زنه ها، ولی این که به این توجه میده، اینو یه خورده بلدش میکنه، پررنگش میکنه، این بر ما پررنگ بشه دیگه. یعنی به این اندازه بهش توجه کنید که این مجرای تجربه توحیدیه. حواستون باشه، من این معرفت رو بهتون میدم، تو این فضا شما برید آیات حجاب رو تحلیل کنید. یعنی حالا این آیه 35 تو آیه 31 چی میفرماد؟ میگه و قل للمؤمنات، به زنان مؤمن بگو، یغضضن من ابصارهن، چشماشون رو کنترل کنن، و یحفظن فروجهن، پاک دامن باشن، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این عرضم حضور شما زینت‌های خودشون رو به غیر از گردی صورت و دوتا قسمت مچ دست به نوک انگشتان، به غیر از اینها بقیه رو نشون ندن. بله، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، و شیوه شال انداختن زنها رو شروع میکنه. گفته جالبه، تو قرآن رکعات نماز صبح و ظهر و عصر رو نداریم، چند تاست. یعنی خدا نمیگه چند رکعت، فقط اقم الصلاة، ولی شیوه شال انداختن خانم‌ها رو اومده گفته. عجب. چرا؟ برای چی؟ بخاطر اینکه میخواد اینا رو جمع کنه تو زندان باشن نه، چون این مجرای تجربه توحیدی. این همونی که قرار بود یه کاری کنه که اهل خانه بتونن نور توحید رو تجربه کنن. به همین خاطر احکام رو این مثال خوب نیست، فقط به خاطر اینکه خود ملموس بشه به ذهن میگم. مثلا یه مرتبه ما میگیم دوچرخه چقدر قانون داره برای سوار شدنش و چقدر چیزاشو باید چک بکنیم. میگیم دوچرخه مثلا کلا 20 تا قطعه داره، زیاد حساسیتی نداره که با 20 تا قطعه، بعد سرعت آنچنانی هم نداره. پس با توجه به قطعاتش و کارآمدی و سرعتش، قوانینش هم مثلا کمتره. ولی مثلا یه جت مثلا فانتوم مثلا طرف چقدر قطعه داره، چقدر قانون داره، چون آقا تو با این سرعت خیلی فوق‌العاده‌ای رو میخوای بری. این فضایی که شخصیت زن تو سوره نور براش جایگاهی تعریف میکنن، فضای تمدن اسلامیه، فضای تحقق تمدن نورانی توحیدی. تو این فضا به همین خاطر خیلی جالبه، میگه حالا این نور توحیده، حالا ادامه آیه خیلی عجیبه، ادامه همین آیه نور را میگه که انها کوکب دری، این زن مانند یک ستاره درخشانیه که یوقد من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة. این برافروخته شده، این عرضم حضور شما نورانی شده است، برافروخته شده است، آتش گرفتی. آتش به معنی همون نورانی شدنه، که از شجره مبارکه زیتونه ای که جایگاه خیلی مناسبی داره، لا شرقیتن ولا غربیه. یعنی اینجوری نیستش که یه وقتایی از روز بیفته تو سایه و نور خورشید رو خوب درک نکنه. نور خورشید یعنی چی؟ یعنی نور توحید رو. این تو سایه قرار نمیگیره، لا شرقیتن ولا غربیه. من اینجوری درستش کردم که دائما، بعد حالا اینو با همین نگاه از نظر مثلا تجربی خودمون نگاه کنیم، نوعا گرایش خانم‌ها به مباحث دینی، مباحث عرفانی ناب اسلام چقدر بیشتره. یعنی اصلا فطرتا خدا این گرایش رو غالبا تو مراسم‌های دینی بیشتر شرکت میکنن. به همین میزان که استعداد توحیدی داره، به همون میزان هم استعداد غیر توحیدی داره. یعنی میتونه تبدیل به ظلمت بشه. یعنی همین چیزی که میتونست مجرای نزول فیض الهی و نور الهی و اون تمدن توحیدی بشه، همین هم میتونه مجرای چی بشه؟ تمدن ظلمانی بشه. و اینو تو این سوره بهش اشاره کرده ها. میگه آیه 40 میفرماد این یه تمدنه که من بهتون معرفی کردم، تمدن نورانی توحیدی این شکلی، یه تمدن هم مقابل اینه، اونم یه تمدن سرابه. میان یه چیزای جذاب براتون مطرح میکنن، ولی وقتی میخواید بهش برسید میبینید هیچی نیست. آیه 39 اینجا شروع میشه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. وقتی اون تمدنی که ظلمت گرفت میبرتتون جلو، وقتی میخواید برید به آرامش برسید، هیچی پیدا نمیکنید، هیچی اونجا نیست.
او کظلمات فی بحر لجی، ظلماتی میاد که ظلمات چجوریه؟ میگه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اینقدر تاریکی میاد، یعنی اگه این شخصیت زنه رو زدن اینقدر این تاریکی میاد، چه اتفاقی میفته؟ از اخرج یده لم یکد یراها، اصلا نزدیک نیست که دستشو بتونه ببینه، اینقدر ظلمت زیاد شده که دیگه دست خودت هم نمیتونی ببینی. پس اون کسی که اون استعداد رو داره برای تجربه توحیدی و تحقق تمدن اسلامی، تمدن نورانی، این ظرفیت رو داره برای تمدن ظلمانی که تو دستت هم دیگه نمیتونی ببینی، اینقدر تاریک میشه جامعه. بعد میگه حالا بهتون بگم، دور برگردیم با آیه 35، شخصیت زن چجوریه برای اون. حالا شخصیت زن اون قلهش که حضرت صدیقه طاهره است. تو دامنه ما داریم حرف میزنیم، مثلا یه وقتی بزرگواران مثلا اشکال نگیرن که آقا شما دارید قلوف میکنید یا اغراق میکنید، نه، با توجه به جایگاهی که داره، اونم زنی، ما در زنی داریم حرف میزنیم که متعبد به احکام دین و مباحث فقهی بشه، زنی که اینا رو رعایت کنه، ولی زنی که رعایت نکنه که میشه چی؟ او کظلمات فی بحر. اون این شکلیه. ما داریم دو طرف چیز رو بیان میکنیم، یعنی اغراق و اینا نیست یا نگاه فمینیستی و این چیزا هم نداریم. نه، اون کسی که حاضر به ارزم حضور شما تکلف این تکالیف دینی بشه و اینو عمل کنه، با خداوند بفرماد این میشه مجرای فیض الهی. اونم چه تجربه ای. نکنید من برای اینکه این یه تیکه آیه رو توضیح بدم که تو این آیه میفرماد چی، که تو این قسمت آیه میفرماد یکاد و زیتها یوزی، برای همین سه تا کلمه رو میخوام توضیح بدم. ما الان وقتی میخوایم برای بچه‌هامون توحید و خدا و اینا رو بیان بکنیم، با کتاب معارف و دیگه خیلی حرفه‌ای بشیم، با فیلم سینمایی و مثلا چیزای این شکلی میخوایم مباحث توحیدی، مثلا فیلم رنگ خدای آیه مجیدی که کار خیلی فاخری هست، مثلا میخوایم مباحث توحیدی رو برای بچه‌ها قابل لمس کنیم بفهمن. این یه روشه که اینا بهش میگیم علم حصولی. علم حصولی یعنی اول تو ذهن پدید میاد، حالا اگه من عمل صالح انجام بدم، فکر کنم فلان، شاید مثلا یه تجربه هم بتونم پیدا کنم، ولی حصول حضور نیست. یه مرتبه من این آب رو تو ذهنم تصور میکنم، یه پارچه آب، پارچه قرمز رنگی هست، تصورش کردم، الان ریخت، این واقعا تو ذهنم تصور کنم میریزه، ولی من خیس نمیشم، اثر اون رو تجربه نمیکنم. چرا؟ چون ذهنیه. میگه حالا شما این نور توحید تو خونه میاد، یعنی چی؟ یعنی مامانه میشینه برای بچه استدلال توحید میکنه، یعنی این که میشه علم حصولی. که میگه نه، او خدا رو مییابد، او خدا رو در قاب مادر، محبت او رو، حضور او رو، جلوه او رو مییابد. اصلا بحث حصولی نیست، بحث حضوریه. این چجوری توی آیه نگاه کنید، یکاد و زیتها یوزی. زیت یعنی روغن، یعنی اون چیزی که آتش گیره است، یعنی بنزین امروزه تو خونه ما قابل تجربه شه، یعنی گاز، همین گازی که تو خونه‌مون هست. این گازه چیه؟ من فندک میگیرم کنارش، آتش میگیره. درسته؟ با کلمه رو دقت بکنید، هم شما هم بینندگان عزیز، میگه با نار روشن میشه، با نار، با آتش روشن میشه و نور میده. ولی اینجا میگه این با نار روشن نمیشه، که یکادو یعنی نزدیک است، زیتها اون روغنه بدون آتش نور بده، بدون آتش نور. این میشه علم حضوری. یعنی مادر نیاز به آوردن آتش برای استدلال بچه که خدا کیه، خدا چیه نداره. در واقع این منشأ نور، این تربیت الهی، این امتدادی که ما باید داشته باشیم، اینجا ثابت شد با آیات قرآن کریم که در خانواده است این اتفاق میفته. و نقطه قانونی خواردم که خب وجود مقدس مادر هست. اگر اجازه بدید، خیلی وقت دوستان من دیدم خیلی با حرارت و انصافاً هم نمیشد قطع کرد فرمایش شما رو، یه فاصله بگیریم، احتمالاً همین آیات رو یک بار دیگه مرور بکنیم و برگردیم و صحبت شایانی شما رو بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. فولطائف آیات قرآن کریم که از ناحیه آقای ابراهیمی داره صادر میشه. یه جایی رو فقط تأکید داشتین روی این که ما حتی تعداد رکعات
مثلا نمازهای یومیه رو تو قرآن نداریم، اما نحوه شال سر کردن رو خدا توضیح میده تو قرآن. این حاکی از اینه که چقدر این موضوع مهمیه، اما بعد نحوهش رو توضیح ندادین تا اونجا که من خاطرم است. اگه ممکنه اونجا هم یه مکسی بکنین نحوهش رو، شاید مورد سوال دختر خانوما مثلا باشه. در آیه 31 سوره مبارکه نور بعد جالب هم هست با تأکید هم اینو بیان میکنه، یعنی لام میاره ولیزره و باید، خیلی انگار با قاطعیت در این بیان میشه. میدونین انگار که این همه قداسته که شما فرمودید، این هم اهمیت کار وجود زن در جامعه و خانواده که قرار رشد بده، عامل رشد باشه، عامل ارتقا باشه، اول خودش رو بعد اطرافیانش رو، اینا با رعایت نکردن همین نکات ساده ممکن از بین بره. شما یه فانتون داشته باش، مثال ها اینا خیلی میدونم مثالا یه خورده شاید پایین باشه، مثلا این باد لاستیکش مثلا آقا این دیگه نمیتونه پرواز کنه که همون شد. هم آقا این که عیب نداره که یعنی خدا همه این چیزا رو گذاشته به یه باد لاستیک هم نمیره اگه رفت ببر. آره راست. یعنی گاهی موقع چرا اینقدر ریزکاری‌ها رو خدا میاد بیان میکنه؟ خود خدای بزرگ تاکید نکرده بود، نگفته بود ما از خودمون در آورده بودیم. آره، ولی وقتی خدا سازنده این، حالا این مثال فانتوم، اون ساخته، اون خودش میدونه ماها رو خدا ساخته، زن و مرد و خلایق، و او داره میگه تو این کتاب راهنما ما دیگه، یعنی یک ذره مثلا آقا من حالا شالمو اینجوری نندازم، همینجوری بذارم بیاد پایین، از دو طرف آویزون باشه، آسمون به زمین میاد، اینم یه حجابه. آره، و واقعا چقدر دشمنان ما دقیق اینجا باید بهشون احسن گفت انصافا. یعنی درست همین نقطه ضعفی که اینجا هست قرآنم تاکید کرده، اونا روش دست میذارن و اتفاقا خیلی جاها خوب پیش میرن. بله، اصلا کلا جبهه ابلیس این خیلی جالب. حالا شما این رو اشاره کردید، من جا گریز باید بزنم بعد برگردم همین آیه که خدمتتون گفتم بخونید. سوره مبارکه اعراف میگه اولین جایی که ابلیس درگیری ایجاد کرد و اومد شروع کرد فتنه کردن و زد، نهاد خانواده بود. یعنی حضرت آدم و همسرشون، ببین تو نهاد خانواده اومد شروع کرد. و اولین، این خیلی نکته لطیفیه تو سوره اعراف ها، تو سوره اعراف میفرماد اول حبوط نبود، اینجوری نبود که چون اینا از میوه خوردن آقا یا علی مدد جمع کنید برید پایین، یعنی حبوط اتفاق بیفته. میگه اول حبوط نبود، میوه رو خوردن، چون عریان شدن گفت جمع با این وضع اینجا جا نیست، جمع کنید برید. یعنی به خاطر عریان شدن اومدن. و قشنگ ابلیس هم اونجا دقیق عمل کرد. یعنی ابلیس وقتی اومد وارد، تو سوره مبارکه اعراف داره که میگه اومد وارد شد، بنگش گفتش که به اینا که آقا من میخوام کنم شما عریان بشید، اصلا اینو من مخفی میکنم. اثر اون رو میدونست که اگر من اینجا مثلا بیام یه حرفایی بزنم، یه کاری بکنم، اینا رو مثلا شیر بمونم سرشون، مثلا برای ماها ها، اونا که حالا جزء انبیا و اولیاء الهی بودن، اون ترک اولا که برای حضرت آدم اتفاق افتاد، اون عریان شدن، حالا طبق تعبیری که در قرآن هست اول، و بعد بهشون گفته میشه که حبوط کنید و این حبوط اتفاق میفته. حالا حبوط تمدنی هم داری. یه تمدن وقتی حبوط براش اتفاق میفته که نماد تمدن، یعنی پرچم میدان جنگ، چه وقتی تو میدان جنگ میگن آقا ما بردیم، اونا شکست خوردن، میگه علمدارشون رو زدید، پرچم رو انداختید پایین. آره. نماد تمدنی بحث حجاب زنه. حتی تو سالهای قبل هم مثلا اینا وقتی میخواستن ضربه بزنن، مثلا با فیلمای سینماییشون با بعضی از بازیگرا و فلان، مخصوصا یه کارایی کردن، من نمیخوام وارد جزئیات بشم و اینا، و مثلا زیاد تو این تحلیلا نه واردم، نه دوست دارم وارد بشم. مثلا سالهای قبل این اتفاق افتاد، مثلا شخصیت زن ایرانی رو بردن تو سینماهای غرب، چرا؟ که بگن ما داریم تمدنتون رو میزنیم. یعنی وقتی که اون شخصیت زن رو بزنه و اتفاقات بعدش. حالا آیه اینه، آیه 11 سوره نوره، پس ما بازم از سوره نور بیرون نیومدیم. تو آیه 11 سوره نور میگه خداها، میگه من میخوام براتون یه کار اطلاعاتی بکنم، میخوام بهتون 2 تا خلاصه دیتا و اطلاعات ناب بدم از دستای و گروهکایی که پشت پرده دارن بر علیه عفاف و حجاب کار میکنن. اونا کیا؟ میگه ان الذین جاءوا بالافک، آیه 11 سوره نور، اون کسانی که رفتند پروژه افک را آوردند.
افک یعنی یه پروژه دروغی که بافته شده. یعنی یه وقتی دروغ بافته نیست تابلوه، ولی یه وقتی رفته روش کار کرده، امتداد داده، تعریف کرده، اومده شروع کرده زوایای دیگه براش درست کردن، یک پروژه عظیمی درست کردن. داستان افک رو بینندگان عزیز توی اینترنت سرچ بزنن میتونن ببینن، مثلا سایت‌های خیلی زیادی هستن که به خوبی اینو توضیح دادن داستان افک رو. اونو خودتون ببینید تو تفاسیر مثل تفسیر نمونه ایشون مراجعه کنن ببینن. من نمیخوام جایگاه تفسیریشو بگم، فقط میخوام بگم که یه پروژه‌ای بود به نام افک. بعد خداوند میفرماد میدونی پروژه افک رو کی آورد بالا؟ میگه اصبتون منکم. اصبه از اعصاب عصبه یعنی اون رگ‌ها و چیزای پیای منسجمی که میخوان خلاصه مراکز ادراکی ما هستن و میتونن این استخوان و بازو همه اینا رو حرکت بدن که حالا ما بهش میگیم اعصاب، ولی منسجمن و همه اینها اگر اون اعصاب قطع بشه این استخون و مایچه اینا همه کار میفته. اون اعصابه باید بیاد. اصبه یعنی گروه بسیار منسجم که وقتی اینا کنار هم جمع میشن یه امتدادی پیدا میکنه، دست و انگشت و همه چی با این تکون میخوره. خدا هم میگه پروژه افک و اصبه ها آوردن بالا، اونم تازه من کم داخل خودتون بودن. کم ضمیر خطابه، یعنی تو خودتون بودن، بیرون دنبالشون نگردید. یه پروژه اینطوری داخل هست. توی بحث عفاف و حیا این تعبیر خداونده. اصلا اینا رو ساده نبینید که آقا دلشون بخواد مردم، نه اینا نیست. مردم طبیعتشون فطری، دنبال نورن، دنبال اونن. اصبه قطعا پشت این پروژه هاش نیست. اون داستان شال هم خیلی کوتاه بگین تا آره. آیه بحث شیوه شال انداختن اینه ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن. ولی یضربن یعنی باید بیاندازن به خمر. اون شال بزرگی بوده که حالا ما بهش مثلا مقنعه، حالا مقنعه دو طرفش بسته است ولی این بسته نبوده، شالایی بوده که از دو طرف آویزون میشده. بعد این قسمت سینه و اینها پیدا بوده، گردن و سینه پیدا بوده. میگه اینو باید بندازن علی جیوبهن، اینو بندازن رو شونه ها که این جیوبشون این قسمت ها پوشیده بمونه. حتی شیوه علا باید بندازن اینو اینجا، این وا بذاری که نمیشه که حالا مثلا آقا چادرمو میخوام وا بذارم، خب این یه خورده چیز میشه دیگه، اینجا همه جای تأمل میشه. خیلی خوب، دست شما در نکنه. میدونین وقتی که پیش زمینه این بحث ها گفته میشه، عمق بحث نقطه قانونی وجود زن اهمیتش مشخص میشه، اون وقته که این نکات کوچیک معلوم میشه که مهمه هست دیگه. اونقدر چیز نیست که مثلا یه نوجوانی یه دختر خانم میگه آها من حالا مثلا یه تار مویا. من یه جمله بگم، یعنی احکام فقهی دین در دل معارف بیان شده تو قرآن، جدای از معارف نیست. آره. اگه شما احکام این روش به نظر عاد حفظ برای اثرگذاری برای اینکه به دل و جان نوجوانی که دنبال اقناع شدن مثلا امروز هست، باید اینا با هم گفته بشه. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم.